این ترانزیشنر با هم ببینیم. میخوام انجامش بدم. بریم که بیفورش رو بگیریم. خب من الان زیر چشامو قرمز کردم که یه ذره حالت ترسناک و یکم بیحال و اینا داشته باشم. الان میخوام که روی لبمو و قسمت تاج ابرومو کانسیلر بزنم که همچنان بیروحتر هم بشم. خیلی وحشتناک شدم و خیلی زشت شدم، میدونم. اصلا نمیدونم دارم کار درست میکنم با همچین بیفور وحشتناکی دارم این ویدیو میگم یا نه، ولی خب هر چقدر بیفور و افترت متفاوت تر باشه خب بیشتر ویو میخوره قاعدتا. یا خدا واجب بود یعنی انقدر؟ حالا من تا حالا تو ابروام کانسیلر نزدم، اصلا نمیدونم همینجوری بزنم روش میشه یا نه. نمیخوام اونقدر چیز کنیم. خب ابروام نداشته باشم یه جورایی. پشمام چه شکلی شدم. خیلی زیاد چشم قرمزه. اینو پاک کنم اصلا اینقدر قرمز نباید باشه به نظرم. اونجا فکرم با قرمز کنم همینم خوبه. اصلا یه ذره تحملش که مونده بهتره. آره با همین بگیرم. خیلی اگزاجره بود. بریم که بیفورش رو بگیریم. خب بیفورش رو گرفتیم بچه ها. حسابی فکر کنم باحال شد، خیلی خوب شد. حالا من قیافه کریه رو پاک کنم سریعتر. اینجا به بعد دیگه شما رو میذارم رو دور تون دیگه. خب میکاپم تموم شد، میمونه لباس و دیگه افتر ویدیو. به نظرم که خیلی باحال شد. خب اینم از لباسم که لباس بندریه و کل دیگه اگه برای جنوبی نیست دیگه برای کجا میتونه باشه. همین دیگه. میتونین کامل شده شو توی پست بعدی ببینین.